درود خدمت جامعه بزرگ هنری ایران. بیایید کنار همدیگه به احکام سنگین اعدام اعتراض کنیم و کنار خانواده‌های بچه‌های اعدامی باشیم. فکر می‌کنم که جامعه هنری ما اونقدر بزرگ هست که بتونیم بدون ترس به این احکام اعتراض بکنیم. پس میتونیم کنار همدیگه جلو در زندان‌ها با همدیگه اعتراض بکنیم. دیگه فکر می‌کنم بعد از گذشت این همه مدت پست و استوری و هشتگ و همچین چیزایی بی‌فایده است. پس وقتی بی‌فایده است، پس ما میتونیم که کارمون رو جور دیگه‌ای پیش ببریم، یعنی اعتراضمون رو جور دیگری بیان بکنیم. اگر بتونیم که این کار رو بکنیم، کنار هم دیگه اعتراض بکنیم، که واقعا خیلی من فکر میکنم که جواب میده. پس خواهش میکنم کنار هم دیگه با اتحاد جلو در زندان ها توی هر شهری که هستیم این کار رو انجام بدیم. یک بار، یک ساعت، یک ثانیه خودتون رو جای بچه ها و خانواده های اعدامی بذارید.